کانال پرش عشق، جایی که عشق بال می‌گیرد. به دنیای رمان‌های صوتی عاشقانه خوش آمدید. رمان عاشقانه آیدا و مرد مغرور. نویسنده شایسته نظری. فصل 1. ای بابا، سارا زود باش، دیرم شد. امروز دیگه زنمون بیچارم میکنه اگه دیر برسم خونه. سارا با کلافگی اخ میکرد. ای تو روح زنمود که نمیذاره کمی نفس بکشیم. انقدر نق نزن، را بیفت دیگه. امروز رفته خونه مادرش، اگه برگرده و شام حاضر نباشه تا 2 هفته نق میزنه به جونم. منم که از صبح تا حالا سر کلاس خسته باید برم نظافت و آشپزی. من اگه جای تو بودم تو خفش میکردم. کلفت گیر آورده؟ هی بابا، اگه منم بابا مامانم زنده بودن کلفت نمیشدم. حلقه اشک دیدم و تار کرد. سارا متوجه حالم شد. سریع راهم سد کرد. با ناراحتی گفت: ناراحت شدی؟ ببخشید، نمیخواستم ناراحتت کنم. لبخندی زدم. نه مهم نیست. بریم دیگه، دیرم شد. تو حال خودم بودم که آستینم کنده شد. آی دستمو کندی وحشی. چشمای قهوه‌ای درشتشو گشاد کرد و به اون طرف خیابون اشاره کرد. بازم اون پسرا، بیا تا بهمون نرسیدن مزاحممون نشدن بریم. شونمون بالا انداختم. غلط میکنن، این دفعه حالشونو میگیرم. خیلی شر بودم. حاضر نبودم جلوی هیچ پسری کم بیارم. از کسی هم نمیترسیدم. چرا دروغ بگم؟ کمی از زنمون میترسیدم. آخه خیلی بدجنس بود. درست مثل نامادری سیندرلا. بعد از مرگ پدر و مادرم، عموم که تنها ترین کسم بود، سرپرستی منو به عهده گرفت. زنمو که از این موضوع ناراضی بود، مدام آزارم میداد. با اینکه حقوق بابا برام مونده بود و خونه پدریمو اجاره داده بودن و خرجم گردن عمو نبود، همیشه آهنالی میکرد و حتی پول تو جیبیمم بهم نمیداد و لباسای کهنه دختر عمومو که تقریبا هم سن هم بودیم میپوشیدم. آیدا ببین دارن میان این طرف. یکیشون که انگار سر دستشون بود، یه پسره سبزه با چشمای مشکی خیلی پر رو بود. راهمونو سد کرد. به به خانمای زیبا. جلوش ایستادم و با صدای بلند گفتم: گورتو گم میکنی یا بزنم لهت کنم؟ چرا مثل سگ پاسخته دنبال ما میای؟ دلت کتک میخواد؟ پوزخندی زد و گفت: درست حرف بزن دختری چشم گربه‌ای. من که با تو کاری ندارم، با دوستت کار دارم. نگاهی به سارا انداختم که از ترس میلرزید. رو به پسره کردم. محکم زدم تو گوشش. کمی شوکه شد. دستشو برد بالا که بزنه، ولی با وساطت چند مرد از هم جدا شدیم. سارا دستمو کشید و با ترس گفت: تو رو خدا بیا بریم. باشه بابا، بیا بریم. آقا عاشق سینه چاکته. نگو، خیلی زشته. تا رسیدم خونه، قبل از تعویض لباسام شروع به نظافت خونه کردم. وای دیر شد. باید شام آماده کنم. الان زنمو برسه. هنوز شام آماده نکردم. سریع مشغول آشپزی شدم. وای شطور با بارش تو این خونه گم میشه. مشغول جمع‌آوری خونه شدم. با یه دوش آب گرم خستگیم در رفت. بالاخره اومدن. ساغر دختر عموم دختری زیبا و مهربان بود. تقریباً به هم شبیه بودیم. یکم قدش از من کوتاه‌تر بود. پیش دانشگاهی میخوند. علی هم پسر بچه شیطون و بازیگوش بود و دبستان میرفت. رفتم دم در. سلام. زنمو زیر لب جواب داد. ساغر و علی با خنده. ساغر دستمو گرفت و دو گوشم گفت: زود بیا اتاق، کارت دارم. دنبالش رفتم تو اتاق. این اتاق مشترکمون بود. با دیدن من با خوشحالی دستاشو به هم کوبید و گفت: بگو امروز کیو دیدم. هیجانش به من منتقل شد و گفتم: زود بگو کیو دیدی؟ محمد، پسر همسایه‌مون. درسش تموم شده و برگشته. حالا دیگه مهندسه. با چشمای گشاد شده گفتم: کی؟ کجا باهاش حرف زدی؟ مامانت کجا بود؟ مامان قبل از من رفته بود چون من درس داشتم. بعدن رفتم تو کوچه دیدمش. گفت میخواد بیاد خواستگاریم. با خوشحالی دستاشو گرفتم. وای چه خوب. حالا کی میاد؟ به این زودی میان با بابا حرف میزنن، ولی بعد از امتحانه پایان سال ازدواج میکنیم. خیلی خوشحال شدم. ایشالله خوشبخت بشی خواهری. همو بغل کردیم و کلی خندیدیم. با صدایی که شبیه به جیغ بود از جا پریدیم. زنمو بود. دارید چه کار میکنید؟ رو به من کرد. بیا سفره رو بنداز، الان عموت میرسه. چشم، همین الان. غذا و ظرفا رو آماده کردم. سفره رو انداختم. اما از سر کار برگشت. با خوشرویی سلام دادم. با مهربانی جواب داد: سلام دختر گلم. خوبی بابا؟ خوبم، خسته نباشید. صدای گوشخراش مادر فولازره رو شنیدم. مرد، بیا شامتو بخور. کم لوسش کن.
عمو سری تکان داد و گفت از دست تو زن. آمدم خانم. عمو همیشه با من مهربان بود. بعد از شام ظرفا رو شستم. باید کمی درس بخونم. وارد اتاق شدم. ساغر دست زیر چونش گذاشته بود و با لبخند دلنشینی به فکر فرو رفته بود. به چی فکر میکنی جیگر؟ تکانی خورد، با لبخند گفت چیزای خوب، محمد، ازدواج. با خنده گفتم خدا بیامرز شدی رفت. عاشقی بد دردیه. ساغر دخترم بیا کارت دارم. عمو بود که صداش زد. ساغر از اتاق بیرون رفت. کتابمو در آوردم، شروع به درس خوندن کردم. سال 3 رشته تجربی بودم. صدای عمو رو شنیدم. دخترم قراره فردا شب برات خواستگار بیاد. زنمو گفت خواستگار؟ کی؟ اگه بگم از خوشحالی بال در میارید. شانس بهمون رو کرده. زنمو بگو مرد کیه؟ عمو با خنده گفت رئیس شرکتمون. ساغر با صدای متعجب گفت رئیس شرکت؟ نه من زن آدم پیر نمیشم. زنمو دختر کمی صبر کن ببینم بابا چی میگه. عمو ادامه داد نه بابا جان خیلی جوونه، 28 سالشه، وضع مالیش عالیه. باورتون میشه با رنگ لباسش ماشینش ست میکنه؟ شرکت مال باباشه که ایتالیا زندگی میکنه. زنمو وای خدای شکرت، از کجا فهمید ما دختر داریم؟ عمو چون سرکارگرم وکیل شرکت صدام زد، ازم خواست یه دختر خوب و کم سن و سال براش پیدا کنم. نمیدونم چی شد گفتم دخترم هست. این شد که فردا شب میان. ساغر که همین امروز فهمیده بود محمد قراره بیاد خواستگاریش، زد زیر گریه و گفت نه من ازدواج نمی کنم. میدونی چقدر فاصله سنیمون زیاده؟ زنمو طبق معمول با جیغ جیغ گفت خفه شو، تو خوابم نمیدیدیم که چنین خواستگاری برات بیاد، حالا ناز میکنی؟ همه این حرفا رو از توی اتاق شنیدم. بیچاره ساغر با گریه وارد شد. نه من نمیخوام با این پسر ازدواج کنم. محمد چی میشه؟ عشقم چی میشه؟ خودش تو بغلم جا کرد. آرام نوازشش کردم. گریه نکن، به خدا توکل کن. اینجوری که عمو گفت همه چی داره. نگاه مظلومش به هم دوخته شد. با گریه گفت ولی من محمد رو میخوام. تا نزدیکی صبح گریه کرد. منم کنارش موندم. امروز به دستور زنمو مدرسه نرفتم و شروع به نظافت و گردگیری کردم. زنمو هنوز نه به داره نه به باره شروع به فخ فروشی کرد و مدام غر میزد. خلاصه کارا تمام شد. تمام تنم درد میکرد. عمو زودتر از همیشه به خونه برگشت. نامادری سیندرلا منو کشید کنار و گفت دختری چش سفید، نبینم بیای جلوی مهمون و خودتو نشون بدی. تو آشپزخونه میمونی. رو به ساغر گفت بس دیگه، انقدر آبغوری نگیر. برو آماده شو الان میرسن. ساغر با گریه گفت باشه، ولی یادتون باشه من زن این آقا نمیشم. تو غلط میکنی. حالا میبینی این کارو میکنم. دوید طرف اتاقش. زنمو با اخم به من گفت برو آمادش کن. بهش بگو دست از مسخره بازیش برداره. رفتم داخل اتاق. هنوز داشت گریه میکرد. کنارش نشستم و گفتم ساغر جان عزیزم گریه نکن. شاید ازش خوشت بیاد. اشکاشو پاک کرد. نه من 4 سال پیش به محمد قول دادم. دوست ندارم اونو با هیچ کس عوض کنم. صدای زنگ در بلند شد. زنمو بچه ها آمدن، زود باشید. آیدا زود باش، برو تو آشپزخونه. زودی رفتم. آشپزخونه اوپن بود. از کنار پرده های عمودی میشد همه چیزو دید. اول مرد مسن 50-60 ساله وارد شد. بعد آقای جوانی با کت و شلوار مشکی شیک. قدش بلند و چارشونه بود. چون پشتش به من بود صورتشو نمیدیدم. دستگل بزرگی داد دست زنمو و رفت روی مبل تک نفره نشست. حالا میتونستم ببینمش. چشمای درشت آبی، خمار و کشیده، ابروهای کشیده و کمانی، بینی متناسب با صورتش، لبای گوشتی و کوچیک. وای خدا چی درست کردی؟ ساغر رو آرام صدا کردم. ساغر بیا ببین چه تیکه‌ایه. هیچ توجهی به حرف من نکرد. سرشو گذاشت روی میز. بره به جهنم مرد تیکه لعنتی. صدای آقای مسن بلند شد. عروس خانم رو صدا نمی کنید؟ عمو؟ بله همین الان. زنمو با دمش گردو میشکن. گفت حالا صداش میکنم. با عجله اومد آشپزخونه. به ساغر گفت دختر شانست گفته، بیا ببین چه پسریه، زود چای بیار. ساغر سرشو به چنگ گرفت. نمیام. زنمو رو سرش خیز برداشت و با صدای آرامی گفت خفه شو،
میخوای به بختت پشت باب زنی بزن، ولی فکر بابات باش که اخراجش میکنن. با کلی کلنجار چایی برد. منم از کنار پرده نگاه کردم. ساغر با صدای آرام سلام کرد. اول از آقای محسن پذیرایی کرد. آقای با لبخند چایی برداشت و تشکر کرد. مطمئن بودم ساغر نقشه‌ای برای خرابکاری داره. با این همه زیبایی چقدر اخمه آقای داماد. هیچ نگاهی به ساغر نکرد. ساغر نرسیده به داماد سینه چای خالی کرد روی پای داماد. آخ سوختم. بیچاره دادش رفت هوا. من که مرده بودم از خنده. ساغر قیافه ناراحتی به خودش گرفت. وای ببخشید، حواسم پرت شد. آره جون خودت، حواست نبود. ایول، حال آقای اخمو جا اومد. بیچاره سریع از جاش بلند شد و شلوارش تکوند. با اخمی که تو پیشونیش بود گفت اشکال نداره، مهم نیست. من که از خنده رو دل گرفته بودم، زنمو منو صدا کرد. آیدا کدوم گوری هستی؟ یه دستمال بیار شلوار آقا رو پاک کن. آقا ببخشید، این دختر ما هول شد. گفتم که اشکالی نداره. خنده تو دهنم خشکید. وای، حالا با این لباس چطور برم جلوشون؟ دلهره پیدا کردم. دوباره جیغ زنمو بلند شد. پس کجایی دختر؟ برای اینکه بیشتر بهم توهین نکنه دستمال تمیزی برداشتم. رفتم تو پذیرایی. با صدای لرزان سلام کردم و دستمالو گرفتم طرفش. بفرمایید. همینطور که با شلوار اتو کشیده‌اش برمیرفت دستمالو گرفت. ممنون خانم. یه لحظه سرشو بلند کرد. نگاهش به نگاه هم گره خورد. سریع خودشو جمع جور کرد و دستمالو به شلوارش کشید. بدون اینکه جوابشو بدم سریع به آشپزخونه برگشتم. اگه بیشتر میموندم حکم اعداممو زنمو صادر میکرد. ساغر بعد از خرابکاریش سر به زیر کنار زنمو نشست. عمو ببخشید آقای رئیس، شرمنده شدیم. رئیس خواهش میکنم، مسئله‌ای نیست. دستام میلرزید. چم شده. وای چه نگاهی داشت. اوه چه اخمی. بیچاره ساغر. صدای مرد محسن به گوش رسید. آقای کریمی، شما 2 دختر دارید؟ نه آقا، ایشون دختر برادر خدا بیامرزمه که چند سال پیش تو تصادف عمرشونو دادن به شما. آهان یادمه، خدا بیامرز مرد شریفی بود. از بهترین کارگرای شرکت بودن. یه لحظه دلم پر کشید پیش بابا و مامانم. اشک راه خودشو پیدا کرد. نفهمیدم چی شد. صدای خداحافظیشون به گوشم رسید. بعد از رفتنشون رفتم بیرون. لبخندی که روی لب ساغر بود خبر از پیروزیش میداد. زنمو اومد محکم زد تو سر ساغر. خاک تو سرت دختری بی‌لیاقت. میمردی درست پذیرایی میکردی. گند زدی رفت. با کاری که کردی فکر نکنم دیگه برگرده. ساغر که قند تو دلش آب میشد گفت مامان باور کن از نبود. عمو آهی کشید و سرشو تکان داد. بیچاره شدم. حتما فردا اخراجم میکنن. آخه چی بهت بگم دختر؟ از جاش بلند شد و رفت تو اتاقش. عمو در هر شرایطی صبور بود. زنمو از جاش بلند شد. با چشم قره‌ای به ساغر رفت اتاقشو در محکم به هم کوبید. اون شب ساغر راحت خوابید. مشخص بود که دیگه برنمیگردن. صبح بعد از خوندن نماز صبحانه رو آماده کردم. ساغر و علی رو بیدار کردم. عمو هم بیدار شد. زنمو هیچ وقت صبحانه آماده نمی‌کرد. از وقتی پامو تو این خونه گذاشتم همه کارا به گردن من بود. بعضی وقتا ساغر کمک میکرد. عمو ناراحت زیر چشمی ساغر رو دید میزد. آهی کشید و گفت آقای امینی همون آقای پیری که دیشب با آقای رئیس اومده بود وکیل و مشاور خانوادگی اوناست. وقتی میرفت گفت چرا حواست به دختر سر به هوات نیست؟ سری تکون داد. خدا به دادمون برسه. از سر میز بلند شد و رفت سر کار. من و ساغر به هم نگاه کردیم و سر تکان دادیم. بعد از آماده کردن علی همه از خونه بیرون زدیم. اول علی رو رسوندیم. بعد مدتی ساغر از من جدا شد. مدرسمون یکی نبود. برخلاف خونه بیرون خونه خیلی شیطون بودم. بعضی روزام تا عصر مدرسه بودم. بیشتر معلم‌ها از دستم می‌نالیدن. چند روز از ماجرای خواستگاری گذشت. خوشبختانه عمو اخراج نشد. آقای امینی گفته بود جریان خواستگاری منتفی شده. این وسط زنمو جلزه ولز میکرد. مدام غر میزد. از مدرسه خارج شدیم. طبق معمول با شوخی و بازیگوشی راه افتادیم. سارا باز این مزاحمو پیداشون شد. با شیطنت گفتم عاشق سینه چاکته. سارا این مرض کی از این خوشش میاد؟ ابروهامو در هم کردم.
مثل اینکه باز تنش میخواره عوضی. این دفعه حالش جا میارم. با ترس دستمو کشید. وای تو رو خدا، بیا زود بریم تا بهمون نرسیدن. هنوز حرفش تموم نشده بود که سر راهمون سبز شدن. به به، سلام خانمای زیبا. سارا با عصبانیت غرید: برو گم شو، چند بار بگیم مزاحم نشو، دست از سرمون بردار. پسری پررو با لبخند چندشی جلو اومد، رخ به رخ سارا شد. عشقم، من عاشقتم، چرا اوکی نمیدی؟ نه، فایده نداره، باید حسابی ادبش کنم. میخواست دست سارا رو بگیره که رفتم جلو، با پا زدم کنار گردنش. از اینکه تکواندو کار بودم و میتونستم ادبش کنم راضی بودم. مگه نگفتم مزاحم نشو کثافت؟ خون کنار لبشو پاک کرد، با خشم اومد طرفم. دوستاشم فقط زرزر میکردن. درگیری بالا گرفت. اون میزد، من میزدم. نامرد انگار نه انگار من دخترم، خدایی دردم میگرفت. بالاخره پیروز شدم. نقش بر زمین شد. دوستش اومد جلو. متوجه شدم کسی از پشت یقه‌شو گرفت و پرتش کرد اون طرف. شوکه شده بودم. وای خدایا، این اینجا چیکار میکنه؟ سر جام میخکوب شده بودم. چند مشت و لغت بهش زد، با خشم گفت: کثافت، چرا مزاحم میشی؟ اگه یه دفعه دیگه سر راهشون سد بشید نابودتون میکنم. داد زد: فهمیدین؟ پسره با سر جواب داد: بله. با هم پا به فرار گذاشتن. از ترس سریع مقنعه‌مو درست کردم. وای چه اخمی، ازش میترسم. چرا بدنم میلرزه؟ با اخم روبروم ایستاد. خانم کریمی، میرسونمتون. وای خدا، قلبم ریخت. کیفم رو شونم مرتب کردم. سرمم انداختم پایین. با صدای لرزان گفتم: ممنون، خودم میرم. با صدای بلندتری گفت: حرف نباشه، را بیافت. وای خدا، قلبم اومد تو دهنم. اگه نرم حتما به عمو میگه. دوستان با تعجب پرسیدن کیه؟ که جواب ندادم. با دست اشاره دادم ساکت باشن. مثل جوجه دنبالش راه افتادم. رفت طرف ماشینش. در جلو رو باز کرد. وای، فکم افتاد رو زمین. چه ماشین خوشگلی. باز با همون لحن عصبانی گفت: سوار شید. این مرض، سوار شید و زهر مار. همش تو دلم غر می زدم. آب گلوم به سختی قورت دادم. با هزار ترس و لرز سوار شدم. وای، بوی عطرش آدمو دیوونه میکنه. کمی جابجا شدم. چه صندلی راحتی داره. متوجه سنگینی نگاهش شدم. جرأت نداشتم سرمو بالا بگیرم. از کنار چشم نگاهش کردم. ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. سکوت فضای ماشین رو پر کرده بود. خودم کاملا جمع کرده بودم. زیر چشم دیدش زدم. شلوار جین سرمه‌ای با یک کت اسپورت کبریتی. لباسشو خوب ندیدم. سکوت شکست. دارشانه یه دختر نیست مثل لاتای توی خیابون با مردم کتک کاری کنه. چی؟ این چی گفت؟ الان به من میگه لات؟ شیطونی میگه با جفت پا برم تو دهنش. گستاخ شدم و گفتم: خب اونا مزاحم شدن، چیکار کنم؟ دنده رو عوض کرد. ولی کار شما درست نبود. یه لحظه فکر نکردی اونا مردن ممکنه بلایی سرتون بیارن؟ ملتمسانه گفتم: میشه به همون چیزی نگی؟ باور کنید همیشه مزاحم میشن. نمیخوام فکر کنن ازشون ترسیدیم. نگران نباش، چیزی نمیگم. ولی شما هم از این به بعد به رفتارشون بی توجه باش. جوابی ندادم. اونم زیر چشمی نگاهش بین من و جاده پیش روش بود. رسیدیم محله خودمون. با عجله گفتم: ممنون، همینجا پیاده میشم. با تعجب نگام کرد. میرسونمتون در خونه. هول شدم. با التماس گفتم: نه تو رو خدا، اگه زنمون ببینه بیچاره‌ام میکنه. نه اصلا منو میکشه. نیشخندی زد. ازش میترسی؟ با سر به علامت بله جواب دادم. بعد گفتم: خواهش میکنم به عمو چیزی نگید. اگه زنمو بفهمه کارم ساخته است. ماشین رو کنار زد. کنار خیابان پارک کرد. با خنده که بی‌شباهت به پوزخند نبود گفت: تو که اینقدر میترسی چرا تو خیابون دعوا میکنی؟ این دیگه داره پرری میشه. با صدای بلند گفتم: اونا مدام مزاحم ما میشن. اصلا خوب کردم. اگه بازم بیان دوباره باشون درگیر میشم.
اگه یه بار دیگه از این کارا بکنی خودم حالتو جا میارم. حالا برو پایین. داد زدم. اصلا به شما چه؟ به شما چه ربطی داره که دخالت میکنید؟ وای خدا، حالا با اخمش دارم میزنه. اخمو جواب داد: به زودی میفهمی. تو به یه تربیت درست و حسابی نیاز داری. از ماشین پیاده شدم. گفتم برو گم شو، گنده تر از تو هم نتونسته. در ماشین خوشگلشو محکم کوبیدم. با سرعت باد دویدم. پسری پر رو فکر کرده حالا اومده خواستگاری دخترمون پسر خاله شده، ولی خداییش خیلی ازش ترسیدم. اگه چیزی به عمو بگه چی؟ 2 روز از اون ماجرا گذشت. در جواب دوستای فضول کنجکاوم گفتم از آشناهای دورمونه. بین مسیر سر به سیر راه میرفتم. میترسیدم دوباره عین اجل معلق پیداش بشه. بعد از صرف شام با ساغر ظرفا رو شستیم. میخواستیم برای مطالعه درسام برم اتاقم. عموم صدام زد: آیدا جان، دخترام، بیا کارت دارم. وای، دلم هو ریخت، دستام یخ کرد. نکنه به عمو گفته باشه. وای آیدا، گاو 2 قلوزایی. عوضی گفت به عمو چیزی نمیگم. با ترس رفتم جلو. بله عمو جان، کاری دارید؟ با دستش کنارش نشون داد. بیا دخترم، بشین اینجا. آب دهنمو به زور قورت دادم. رفتم کنارش نشستم. بعد از کمی سکوت گفت: دخترم، راستش امروز آقای امینی گفتن دوباره میخوان بیان خواستگاری. هنوز حرف عمو تمام نشده بود که زن عمو با خوشحالی گفت: خدا رو شکر، میدونستم به این راحتی دست از دختر من نمیکشن. عمو: نه زن، صبر کن حرفم تمام بشه. این دفعه برای آیدا قراره بیان. زن عمو با چشمای گشاد شده و با جیغ گفت: چی؟ اونا این ور پریده رو از کجا دیدن؟ من که شوکه شده بودم. آخه چطور ممکنه با اون وضع تو خیابون با اون لباسای کهنه و رنگ پریده، با اون دعوایی که باهاش کردم، چطور ممکنه؟ نکنه راستی میخواد ادبم کنه؟ نه نمیخوام، اون خیلی از من بزرگتره. بد و بیراهای زن عمو نمیشنیدم. فکرم بد جور درگیر بود. با صدای عمو که سر زن عمو داد زد به خودم اومدم. ساکت شو زن، بذار حرفمو تموم کنم. آقای امینی گفت اگه این دفعه جواب رد بشنوه اخراجم میکنه. چه غلطی کردم گفتم دختر دارم. با شنیدن این حرف بدنم بی‌حس شد. یعنی آیدا بیچاره شدی، رسما جوانمرگ شدی رفت. زنمو که فهمید تهدیدها واقعیه سکوت کرد. عمو منتظر به من نگاه کرد. دخترم، شغل آینده ما به جواب تو بستگی داره. جوابت چیه؟ تو رو خدا مثل ساغر نکن. ساغر به ما فکر نکرد. اگه این بارم حرفش زمین بخوره به خاک سیاه میشینم. بیا و جواب پدری که در حقت کردم بده. پسره انقدر وضعش خوبه که نگو. خوشتیپ، با شخصیت، مسافرت‌های خارج از کشور. خلاصه همه چی تمومه. از اول حرفاش شروع به گریه کردم. آخه عمو، من 17 سالمه. میدونی چقدر تفاوت سنی داریم؟ درسم چی میشه؟ هنوز حرفم تمام نشده بود. زن عمو از جاش بلند شد. دست به کمر ایستاد. خفه شو دختره پر رو. کم برات زحمت کشیدیم؟ کم لقمه دهن بچه‌هامو کردم تو حلقت؟ حالا میخوای نونمونو ببری؟ فقط گریه کردم. تو دلم گفتم چه زحمتی، چه لقمه‌ای. همش رنج به درمو خوردم. خودمم مثل کلفت برات کار کردم. بدون حرف از جام بلند شدم. به اتاق پناه بردم. ساغر که پشت در اتاق گوش وایستاده بود، کنار دیوار ایستاد و با ناراحتی به اشک ریختن من نگاه میکرد. رفتم یه گوشه نشستم. زانوهام بغل کردم، به حال بیکسی خودم گریه کردم. صدای زن عمو رو شنیدم. خب حالا کی میان؟ فردا شب. آقای امینی گفته تو این هفته آزمایشو خرید و انجام میدن، پنجشنبه هم عقد میکنن. بعد از عقدم آیدا رو با خودش میبره. وای، با شنیدن این حرف رسما مردم. یعنی عرض یه هفته باید با دنیای دخترانگیم خداحافظی کنم؟ ساغر کنارم نشست. دستای ظریف و سردم رو گرفت. آرام گفت گریه نکن، همه چی درست میشه. با حقیق گفتم هیچی درست نمیشه. نشنیدی که قرار مدارشونم گذاشتن؟ چرا کسی به من اهمیت نمیده؟ تا صبح گریه کردم.
از بابا مامانم کمک خواستم ولی فایده نداشت. وقتی فکر میکردم باید زن کسی بشم که ازش بدم میاد دیوانه میشدم. الهی گور به گور بشی، الهی فردا از خواب بیدار نشی، غول بیابونی. این همه دختر اومد سراغ من، با این سنش خجالت نمیکشه. یه وقت زیادیت نکنه. وای چقدر ازش میترسم. چه آرزوهایی داشتم برای آینده. با بیحالی از جام بلند شدم. رفتم وضو گرفتم برای نماز صبح. تو آینه دستشویی چشمای سرخمو دیدم. از بس گریه کرده بودم چشمای توسیم پف کرده بود. آب خنک به صورتم زدم برای نماز خوندن آماده شدم. به دستور عمو مدرسه نرفتم. مجبور بودم جیغ جیغای زنمو رو تحمل کنم. بالاخره شب شد و آقایون وارد شدن. دلم مثل سیر سرکه می جوشید. از کنار پرده دیدش زدم. کت و شلوار مشکی، پیراهن یاسی کمرنگ. وای خدا، با این اخمش چیکار کنم؟ سرمو با دستام گرفتم. زنمو صدام زد. آیدا دخترم چاییو بیار. دخترم چه چاپلوسی. خدا منو بکشه از دست همتون راحت کنه. آیدا و مرض. هر کی ندونه فکر میکنه همیشه اینجوری با من بدبخت حرف میزنه. گلوم از شدت ترس خشک شده بود. سینی چایو با دستای لرزان گرفتم. خدایا به امید تو. وارد پذیرایی شدم. با صدای آرامی سلام کردم. سینی و جلو بردم. به آقای امینی تعارف کردم. با لبخندی چایو برداشت. ممنون دخترم. با صدایی که به زور از گلوم بیرون می اومد گفتم خواهش میکنم. سینیو بردم جلوی آقای داماد. با ابروهای درهم گره شده بدون اینکه به من نگاه کنه گفت ممنون، میل ندارم. ای به درک متیکه عوضی. اینا رو تو دلم گفتم. بعد از تعارف به زنمو و عمو با اشاره زنمو کنارش نشستم. دستامو تو کم گره کردم تا از لرزش دستم کم کنم. به گل قالی چشم دوختم. آقای امینی به حرف اومد. آقای کریمی، برادرزادتون چقدر به باباش شبیه. حتی مثل باباش قد بلنده. خدا رحمتش کنه. عمو، خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. درسته، آیدا شبیه اون خدا بیامرزه. آقای امینی سر جاش جابجا شد. خب بریم سر اصل مطلب. وای چرا میلرزم. گوشم چرا نمیشنوه. چرا گلوم میسوزه. نفهمیدم چی شد که صدای دست زدن زنمو منو به دنیای جدیدم آورد. آقای امینی، خب فردا آزمایشه. پنجشنبه به امید خدا عقد و عروسی. باز رفتم توی هپروت. آرنج زنمو رفت تو پهلوم. ناخودآگاه بلند گفتم آی. وای زایه شدم. زنمو با اخم گفت حواست کجاست دختر؟ آقای امینی با لبخند گفت دخترم، آقا آیدین میخوان با شما خصوصی صحبت کنن. آیدین دیگه کیه؟ وای اسمش آیدینه؟ چقدر خنگم. هول شدم گفتم با من؟ چرا؟ همه زدن زیر خنده، حتی آقای اخمو. وای بازم سوتی دادم. زنمو رو به آقای امینی گفت بله حتما، ببخشید دخترمون هول شد، بفرمایید داخل اتاق. سرش آورد نزدیک گوشم. برید اتاق ما، حواست باشه خراب نکنی که از خونه پرتت میکنم بیرون. سری تکان دادم. به سختی از جام بلند شدم. به طرف اتاقم رفتم. قلبم داشت میزد بیرون. وای مامان میترسم ازش. از جاش بلند شد. دنبالم اومد. آشکارا میلرزیدم. خدایا چیکار کنم؟ سر پا وسط اتاق ایستادم. کمی جلو رفت. لبه تخت نشست. سر به زیر انداختم. با صدای کلفت و مردونش گفت نمیشینی؟ سرمو بلند کردم. آرام رفتم کنار دیوار روی زمین نشستم. پوزخندی زد. چرا میلرزی؟ بیرون خونه که شیری؟ چی شده که تو خونه موشی؟ جوابی نداشتم. یعنی بمیری آیدا که لال شدی. از جاش بلند شد. روبروم روی زمین نشست. از ترس خودمو جمع کردم. چیه؟ تو که اون روز 60 متر زبون داشتی. نترس، کاریت ندارم. خیلی جدی شروع به حرف زدن کرد. ببین من به اصرار خانواده‌ام دارم ازدواج میکنم. قبلا یه بار ازدواج کردم ولی جدا شدم. وای مغزم سود کشید.
یعنی من زن دومشم؟ ادامه داد: با درس خوندنت مشکلی ندارم. حتی میتونی بری دانشگاه. هیچی برات کم نمیذارم. دستی توی موهای خرمایش کرد و گفت: فقط از من توقع زیادی نداشته باش که مثل یک شوهر واقعی باشم. دیگه حرفی نیست. فردا آماده باش، میام دنبالت بریم برای آزمایش. از اتاق بیرون رفت و منو با دنیای از سوال تنها گذاشت. قبلا زن داشته؟ چرا جدا شده؟ این که من هرچی آرزو داشته باشم گفت که انجام میده. دیگه چه انتظاری باید داشته باشم؟ چرا نذاش منم حرفمو بزنم؟ مگه من آدم نیستم؟ نه پدری نه مادری. اینم از شوهر کردنم. حالا خوبه گفت میتونم درس بخونم. اون شب تا صبح نخوابیدم. به یه ازدواج اجباری، به بیکسی، به مردی که نمیدونم چرا اندازه زنمو ازش میترسیدم. وای اگه دسته به زن داشته باشه چی؟ خدایا تو پناه بیکسیامی، کمکم کن. صبح با چشمای پف کرده آماده شدم. ساغر رو چماشا کردم. برای یه لحظه حسرتشو خوردم. ساغر متوجه نگاه غمگینم شد. از شدت بغض لبام تکون میخورد. خیلی سعی کردم که اشک نریزم. جلو اومد. دستامو گرفت و با ناراحتی گفت: آیدا، من نمیخواستم اینجوری بشه. چه میدونستم میان سراغ تو؟ ولی پسر بدی نیست. همه چی داره. به این فکر کن که میتونه خوشبختت کنه. من اگه عاشق محمد نبودم هیچ وقت ردش نمیکردم. با بغض تلخ لبخندی زدم. اینا رو برای دلداری من میگی. میدونم. ولی تو نگران من نباش. قسمت منم این بوده. نمیخواستم احساس عذاب وجدان داشته باشه. با لبخندی که به زور روی لبم نشسته بود بغلش کردم و گفتم: از دستتون ناراحت نیستم. پس با خیال راحت به عشقت فکر کن. همون محکم بغل کردیم و به اتاق برگشتیم. زنمو با اخم گفت: تو صبحانه نخور. باید آزمایش بدی. برو زود باش آماده شو. بدون حرف رفتم آماده شم. یه دستمو گذاشتم جلوی دهنم. حالا چی بپوشم؟ من که مانتو درست حسابی ندارم. به ناچار لباسای مدرسه‌مو پوشیدم و تو آینه نگاهی به خودم انداختم. چقدر ساده بودم. تیپ و لباسای من کجا؟ تیپ آیدین کجا؟ هنوز چشمام پف داشت. از دیروز چیزی نخورده بودم. لبام سفید شده بود. کمی دلم ضعف میرفت. با صدای زنگ در هری دلم ریخت. زنمو صدام زد: آیدا، زود باش. آقای آیدین اومده. دم دره. آیدین و آیدا، چقدر اسممون به هم میاد. با خودم گفتم: آیدا، برات چه فرقی میکنه کجا باشی؟ تو که اینجام خوشبخت نیستی. پس برو. زنمو چادرشو سر کرد و قبل از من زد بیرون. منم سر به زیر دنبالش پامو که تو حیاط گذاشتم از شدت سرما به خودم لرزیدم. دیماه بود. هوا سرد. چون لباسی گرم نداشتم سردم شد. حیاط کوچیکو طی کردم و از در زدم بیرون. وای چه ماشینی! عمو گفته بود هر دفعه با یه ماشین میاد شرکت. ماشین تو حلقم. عاشق بنزم. به خدا اونم از این جدیداش. به خودم اومدم. دوباره ترس، دلهره، خجالت سراغم اومد. از ماشین پیاده شد. سلام، سوار شید، دیر میشه. با نگاهی کوتاهی سلام کردم. زن عمو هم سلام و احوال پرسی کرد و گفت: آره دیر میشه، بریم دیگه. آیدین با اخم گفت: مگه قرار شما بیاید؟ زن عمو چادرشو جمع کرد و گفت: آره خب. اخمی کرد و گفت: لازم نیست شما بیایید. کار ما طول میکشه. خداحافظ. انقدر محکم حرفشو زد که زن عمو جرأت حرف زدن نداشت. آرام به طرف در خونه رفت. تو دلم قند آب شد. بالاخره یکی پیدا شد روشو کم کنه. سوار نمیشید؟ با صدای آیدین سرمو بلند کردم. در جلو رو باز کرده بود. سوار شدم. هوای گرم ماشین سرمای تنمو از بین برد. کمربندشو بست. بدون اینکه نگام کنه گفت: کمربند تو ببند. بدون حرف کمربندمو بستم. خودمو جمع کردم. چسبیدم به شیشه. با این همه ترسم چطور میتونم زن این غول بشم؟ نگاه چه هیکلی داره؟ خدایی ازش میترسم. موسیقی ملایمی گوشمو نوازش داد. سرمو تکه دادم به شیشه. نفهمیدم چی شد که خوابم برد.
دستی روی شونه هام نشست. آیدا خانوم، نمیخوای پاشی؟ با ترس چشمام باز کردم. دستامو بردم جلوی صورتم. چیه؟ نترس. کاریت ندارم که. رسیدیم. بیا پایین. به اطراف نگاه کردم. جلوی محضر بودیم. پیاده شدم. بارون شدیدی میبارید. برای اینکه خیس نشم سریع رفتم تو. بعد از محضر رفتیم آزمایشگاه. تمام مدت ساکت بودیم. فقط آقا نیم نگاهی به من میکرد. آزمایشگاه خیلی شلوغ بود. همه صندلی‌ها پر بودن. به ناچار سر پا ایستادیم تا نوبتمون بشه. نگاه هم به اطراف چرخید. چه زوجای خوشحالی. من بیچاره رو باش. با صداش خودم رو جمع کردم. اینقدر مردم رو دید نزن. زشته. سرمو پایین انداختم. ای بمیری آیدا. باز ضایع کردی. تا وقتی که صدامون کردن سرم پایین بود. با شنیدن اسمم مردم. وای من از آن پول میترسم. آیدین چند قدم جلو رفت. ولی من سر جام میخکوب شده بودم. برگشت طرفم. آرام گفت چرا نمیای؟ من از آن پول میترسم. صاف تو چشمام نگاه کرد. با لبای بسته لبخند زد. دستامو گرفت. وای چه دستای داغی داره. دستای ظریف هم توی دستای مردونش گم شد. با هم رفتیم اتاق نمونه‌گیری که 2 صندلی توش بود که زوجا با هم داخل می شدن. آیدین خیلی ریلکس پالتوشو در آورد و دستشو بالا زد. نشست و نمونهشو گرفتن. خانومی که خون می گرفت گفت آیدا کریمی شمایید؟ با ترس جواب دادم بله. پس بشین عزیزم. مثل ماست ایستاده بودم. آیدین با اشاره چشم خواست که بشینم. محاله نمیشینم. وقتی دید حرکتی نمی کنم از جاش بلند شد و رو به خانومه گفت ببخشید ترسیده. اجازه بدید حالا آماده میشه. روبروم ایستاد. چشماشو تو صورتم چرخوند. آرام گفت بشین. کاری نداره که. به اختیار گفتم نه من میترسم. اخ میکرد. بدون توجه به من آستینمو بالا زد. بشین. ترس نداره که. نگاه همه خون دادن. کسی هم چیزیش نشده. به ناچار نشستم. سرمو کج کردم که چیزی نبینم. سرنگ که رفت تو دستم صدام بلند شد. آخ! خانومه خنده ای کرد. چه عروس نازنازی؟ شب عروسی چی کار میکنی؟ دیر منظورشه گرفتم. از خجالت سرمو پایین انداختم. از جام بلند شدم. آیدین خیره به من شد. دیدی ترس نداشت. با تشکر آیدین از اتاق نمونه‌گیری بیرون زدیم. با اینکه خون زیادی ازم نگرفته بودن، چون چند روزی چیزی نخورده بودم سرم گیج رفت. وای خدا چرا حالم بد شد؟ چند بار چشمام باز بسته کردم ولی ندیدم داره تار میشه. دنبال آیدین راه افتادم. روی پله‌های آزمایشگاه ایستادم. وای دیگه نمیتونم. آیدین متوجه حالم شد. کنارم اومد. آیدا چته؟ حالت خوب نیست؟ با یه دست پیشونیمو گرفت. خوبم. نه. به حالت گریه گفتم نه سرم گیج میره. سرشو چند بار تکان داد. باشه بیا تو ماشین فشارت افتاده. باید یه چیزی بخوری. دستشو دور شونه هام حلقه کرد. بدن یخم با حرارت تنش گرم شد. بوی عطرش مستم کرد. به کمکش سوار شدم. سرمو به پشتی صندلی تکیه داد. کمی استراحت کن. زود برمیگردم. از کنار شیشه به زوجای جوانی که با خنده از آزمایشگاه بیرون می اومدن نگاه کردم. با چه حسرتی به ماشین آیدین خیره می شدن. ولی من چی؟ با این که توی این ماشین نشستم هیچ دلخوشی ندارم. هیچ کسی رو ندارم. چرا؟ یه حسی دارم. اونم ترسه. این مرد انقدر جدی و اخموه که جرئت نمی کنم نگاش کنم. چشمای بستم و با شنیدن صدای در باز کردم. آیدین سوار شد. از تو کیسه پر از خوراکی آب میوه و کیکی در آورد و باز کرد. گرفت طرفم. بیا بخور تا حالت بهتر بشه. با اینکه دلم ضعف میرفت با بغض گفتم ممنون میل ندارم. باز اخمو شد. دختر عجب پررویی هستی. داری میمیری میگی میل ندارم. بگیر بخور. خیلی کار داریم. باید زود سرحال بشی. از حرفش ناراحت شدم. اینم از راه نرسیده به من دستور میده.
هر کاری کردم نتونستم جلوی بغضی که داشت گلومو فشار میداد بگیرم. با گریه گفتم من پررو نیستم. اگه فکر میکنی پرروام چرا ولم نمیکنی؟ چرا همتون به من گیر میدین؟ سرم غر میزنید چون یتیمم؟ اون از عموم که به خاطر اینکه اخراج نشه منو وادار به ازدواج کرده. اون از زنموم که مثل یه خدمتکار با من رفتار میکنه. حتی حقوق بابامو به من نمیده. تازه به من میگه نونخور اضافه. اصلا میرم گم میشم. دیگه خونه عموم نمیرم. تو هم برو دنبال کس دیگه. تمام مدت فقط با چشمای گشا شده نگام کرد. سرم از شدت درد داشت میترکید. در رو باز کردم و پریدم پایین. هنوز چند قدم دور نشده بودم که دستم از پشت کشیده شد. با دندونایی به هم فشرده و صدای محکم گفت داری کجا میری؟ بیا سوار شو. سعی کردم دستامو از توی دستش بکشم بیرون ولی موفق نشدم. حاله ای از اشک دیدم و تار کرده بود. با صدای خشتار گفتم ولم کن میخوام برم. بازومو گرفت و به چشمام خیره شد. سرشو به طرف این تکان داد. کجا میخوای بری؟ بازوم درد گرفته بود. آی ولم کن بازومو خورد کردی. حالم بدتر شده بود. جلوی چشمم تار شد. بدنم بی‌حس شد و افتادم تو بغلش. برای اینکه نقشه بر زمین نشم سریع دستشو دور کمرم حلقه کرد. آیدا چت شد؟ آیدا. دستشو برد زیر زانوم مثل پرگاهی منو بلند کرد. گذاشت تو ماشین. از اینکه اینقدر ضعیف بودم از خودم بدم میومد. خودشم سوار شد و به طرفم چرخید. آب میور جلوی دهنم گرفت. با لحن آرامتری گفت آیدا یه ذره بخور. ببین حالت بد شد. لج نکن. برای اینکه حالم بهتر بشه خوردم. بعد کمی کیک خوردم. کمی حالم بهتر شد. آب میوه خودشم خورد. به من نگاه کرد. با صدای آرام گفت بهتر شدی؟ ببین میدونم دلت خیلی گرفته. از من، از عمود، از زنمود. ولی دلیل نمیشه بذاری بری. اصلا جایی داری بری؟ حرفی برای گفتن نداشتم. دستمال کاغذی داد دستم. اشکامو پاک کردم. خانوم کوچولو اجازه حرکت کنم؟ از تعجب ابروهام رفت بالا. با سر جواب دادم دستی و خوابوند و راه افتاد. نمیدونستم کجا میره. از طرفی هم دوست نداشتم بپرسم. از کنار شیشه به بیرون خیره شدم. باران به برف تبدیل شده بود و آرام روی زمین می نشست. خوبه که تو ماشین گرمه وگرنه از سرما یخ می زدم. واو انگار اینجا بالای شهره. چه مغازه هایی، چه خونه های بزرگی. بعد از مدتی گوشیشو برداشت و شماره گرفت. سلام داداش. ای خوبیم؟ نه بیرونم. مغازه‌ای؟ خوبه دارم میام اونجا فعلا. ماشینو کنار پاساژ بزرگی پارک کرد. پیاده شو. پیاده شدن همانو از سرما لرزیدن همانو. متوجه لرزشم شد. چرا پالتو نمیپوشی؟ با اخم نگاش کردم. چون ندارم. قبل از اون به راه افتادم. کمی ایستاد. بعد با قدمای بلند به هم رسید. وارد پاساژ بزرگی شدیم. چند طبقه داشت. از پله برقی بالا رفتیم. عجب مغازه هایی، چه لباسایی، وای چه پالتویی. باید خیلی توش گرم باشه. همینجوری اطرافو دید میزدم که جلوی مغازه بزرگی ایستاد. سرشو به طرف من چرخوند. بیا تو. مثل بچه‌ای که دنبال باباش راه میره دنبالش رفتم تو. وای اینجا کجاست؟ یه مغازه بزرگ که خودش یه پاساژ بود. آقای خوشپوشی جلو اومد. به به آقا مهندس گل. چه عجب یادی از ما کردی. سلام آقای دکتر. صبح بخیر. چه خودشون تحویل میگیرن؟ آقای دکتر، آقای مهندس. آخه این بچه مایه‌دارا درس میخونن؟ سلام جانم چیزی لازم داری؟ در خدمتم. با نگاهی که به من کرد از آیدین خواست معرفیم کنه. آیدا خانوم هستن. درباره‌اش بهت گفته بودم. لطفاً یکی از فروشنده‌های خوبتو صدا کن. لباس، کفش، کیف، پالتو یا هر چیزی که یه خانم نیاز داره بیاره. چند قدم جلو اومد. با لبخند زیبایی گفت سلام خانوم خوش اومدید. سرم پایین انداختم. با صدای آرام سلام دادم. چهره مهربانی داشت. چشم و ابروی مشکی، بینی متناسب با صورتش، لب نازک، قد بلند و هیکل ورزشکاری. کمی از آیدین کوتاه‌تر بود. سرشو چرخون. خانم عزیزی تشریف بیارید. دختر ریزه میزه‌ای جلو اومد. بله در خدمتم.
محسن رو به آیدین گفت ایشون کمکتون میکنن. هرچی که لازم دارید براتون میارن. دختره با تحقیر نگاهشو به من دوخت. با ناز گفت برای ایشون لباس میخوای؟ از لحن حرف زدنش خوشم نیومد. دلم نمیخواست کسی تحقیرم کنه. از مغازه زدم بیرون. قبل از اینکه اشکام بریزی دستمو به چشمم کشیدم. چقدر این روزا دلم نازک شده. آیدین خودشو به من رسون. آیدا صبر کن ببینم کجا؟ نگاه غمگینمو بهش دوختم. مگه من گدام که آوردی برام لباس بخری؟ اصلا مگه من از شما خواستم؟ دیدی دختره یه جوری نگام کرد که انگار مرض واگیر دارم؟ دستی به موهای خرماییش رنگش کشید. نفسشو با فوت بیرون داد. کی گفته تو گدایی؟ مگه تو عروس نیستی؟ خب اومدیم خرید عروسی دیگه. اگه با اون خانم مشکلی داری بهش میگم که بره. حالا بیا بریم تا آبروم پیش دوستم نرفته. محسن بهترین دوست منه. عادت نداره کسی رو تحقیر کنه. زود باش بیا دیگه. نبینم قهر کنی و در بری. یارو حرف من حرف بزنی. فهمیدی؟ دوباره ازش ترسیدم. بغضم قورت دادم و دنبالش رفتم داخل مغازه. آیدین رو به فروشنده کرد و گفت لازم نیست شما بیایید. خودمون انتخاب میکنیم. فروشنده که بهش برخورد پشتشش نازه کرد. از ما دور شد. محسن لبخندی تحویلم داد و گفت اینجا متعلق به آیدینه. پس غریبی نکنید و راحت باشید. ممنون. سری تکان دادم و بین راهروهای پر از لباس قدم برداشتم. آیدینم با فاصله 1 قدم پشت سرم می اومد. سالهاست که برای خرید جایی نرفتم. همیشه کهنه ساغر رو می پوشیدم. سرمو چرخوندم عقب. آیدین سرشو تکون داد. یعنی چی میخوام؟ آرام گفتم نمیدونم چی بخرم. خب معلومه باید از سر تا پات نو بشه. عروس یا در ضمن نمیخوام کوچکترین چیزی از خونه عمود بیاری. پس همه چیز بخر، حتی لباس زیر. با این حرفش عرق شرم توی پشتم نشست. چه پررو، خجالتم نمیکشه. مردم از خجالت. سرم پایین انداختم و گفتم آخه پولش زیاد میشه. پوزخندی زد. نگران پولش نباش، فقط انتخاب کن. با اینکه گفت همه چیز میتونم بگیرم ولی باز خجالت کشیدم. هاج و واج به لباسایی نگاه میکردم که قیمتش خیلی زیاد بود. وقتی تردید منو دید راه افتاد چند تا مانتو برداشت. انداخت رو دستش. بعد به اتاق پرو اشاره کرد. برو داخل یکی یکی بپوش. بعد بیا من ببینم. چه پررو، خودش انتخاب میکنه. مگه من مانکنم میگه بیا ببینم؟ مثل اینکه من میخوام اینا رو بپوشم. متیکی غول بیابونی. خداییش هیکلش حرف نداشت ولی من از لجم تو دلم مدام فش نثارش میکردم. به ناچار رفتم داخل اتاق. اولین مانتوی صورتی یقه آمریکایی از کمر کمی گشاد میشد. وای چه قشنگه، چقدر بهم میاد. کاش بذاره اینو بیارم. ولی چند مانتوی دیگه دستشه. پررو میخواد خودش انتخاب کنه. انگار بچه 2 سالم. دستی روی صورتم کشیدم. در اتاق باز کردم. دوستشم پیشش بود. وای خدا، این چرا اومده اینجا؟ خیلی عادی گفت بیا بیرون ببینم. پفی کردم رفتم بیرون. کمی براندازم کرد. مانتوی زیتونی داد دستم. برو اینم بپوش. با حرص مانتو گرفتم. مگه من بچه 2 سالم؟ اینو بپوش اونو نپوش. بعد از پوشیدن رفتم بیرون. با دوستش مشغول خندیدن بود. ای مرد شورتو ببرن. چرا برای من نمیخندی؟ نگاه چقدرم قشنگ میخنده. وای کنار لبش چال میشه. متوجه من شد. خنده‌شو قورت داد و گفت به چرخ ببینم. چرخیدم. خوبه برو اینو بپوش. بدون حرف گرفتم. یه مانتوی آبی سرمه‌ای مدل کتی با یقه انگلیسی برش راسته. وای این قشنگه. محکم زدم تو صورتم. کدومش انتخاب کنم؟ بالاخره پروی مانتوها تمام شد و آقا نظر ما رو نخواست. مانتو از دستم گرفت. رو به دوستش کرد. هر سه‌شو میبریم. محسن با خنده گفت مبارکه. به نظر من این خانوم هرچی بپوشه بهش میاد. مانتوها رو گرفت داد دست یکی از فروشنده ها. وای هر ستاش؟ یکی فک منو جمع کنه. دختری ندید بدید. خودتو جمع کن. زود به خودم مسلط شدم. آیدین کمی جلو اومد. سرشو تو طرفم خم کرد و آرام گفت شماره کمر چنده؟ باز رم کردم. چه پررو شده. شماره کمرمو میخوای چیکار؟ شیطونه میگه بزن پودرش کنم. دوستش پفی زد زیر خنده.
دستی به صورتش کشید. پشت کرد به ما. یعنی اینقدر حرف من خنده‌دار بود؟ خب میخوایم شلوار بخریم. آها، از اول بگو. سرم پایین انداختم. با خجالت گفتم راستش نمیدونم. دهنشو پرباد کرد و بعد داد بیرون. محسن، سایز کمرشو نمیدونی؟ چند تا شلوار شیک بگو براش بیارم. ای به چشم داداش، همین الان. سرشو چرخوند. خانم ناصری، چند تا شلوار با رنگ‌های مختلف سایز این خانم بیار. شلوارا رو آوردن. رفتم داخل اتاق پرو پوشیدم. دیگه بیرون نرفتم. آیدینم نخواست ببینه. وقتی رفتم بیرون با چشمای درشت آبیش خیره شد تو چشما. خوب بودن؟ خلاصه 3 تا پالتوی شیکم به رنگای قرمز، سرمه‌ای و مشکی خریدم. روسری و شالم باهاش ست کردم. به اصرار آیدین پالتوی قرمز، شال همرنگش با یه شلوار کتان کرمی پوشیدم و لباسای مدرسه‌مو گذاشتم توی یه کیسه. چقدر توی این پالتو گرممه. یه کفش اسپورت، یه نیم بوت و یه کفش پاشنی 7 سانتی هم با یه کوله بزرگ. به قسمت لباس زیرا رسیدیم. حتی نیم نگاهی هم نکرد. راهمو کج کردم که اون طرف نرم. صدام کرد آیدا بیا اینجا. از حرص پفی کردم. وای خدا، کی لباس زیر خواست؟ سرمو چرخوندم. ها؟ ابروهاش اول پرید هوا، بعد به اخم تبدیل شد. ها چیه؟ بگو. بله. محسن از پشت زد روشونش. با خنده گفت خدا به دادت برسه. من میرم صندوق، تو هم بیا. بذار خانم راحت باشه. با آیدین نگاه کردم. منظورش چی بود؟ آیدین سری تکان داد و گفت هیچی، درستت میکنم. بیا برو چند دست لباس زیر بگیر. لباس خوابم یادت نره. وا دیگه چی؟ یه وقت زیادیت نشه. نزدیکم شد و با خشم بازومو گرفت. با صدایی که از لای دندونش بیرون میومد گفت خیلی پر روی. داری حوصله‌مو سر میبری. هرچی میگم فقط بگو چشم. عادت ندارم کسی حاضر جوابیمو بکنه. بازومو داشت خورد میکرد. گریم گرفت. دست آزادم و گذاشتم رو دستش. با صورتی منقبض شده گفتم آی خورد شد، دردم گرفت. به چشمام خیره شد و گفت این تازه اولشه. حالا برو کاری که گفتم بکن. بازومو ول کرد. کمی ماساژش دادم. لبامو به هم فشار دادم. رفتم چند دست لباس زیر ست برداشتم. با چند تا لباس خواب که نیم پوشیدیش بهتر بود. والله. آقا رفت کنار دوستش نشست. بعد از انتخاب با قدم‌های آرام رفتم کنارش. درد بازوم هنوز خوب نشده بود. نمیدونم چرا هر کی به من بدبخت میرسه ترش میکنه. اینم از بخت بدمه. شایدم از یتیمیمه. صورتم داغ شده بود. با اخم گفت چی شد؟ گرفتی؟ سرمو چند بار به طرف پایین تکان دادم. چیه؟ زبان 60 متری و موش خورده؟ از حرفش ناراحت شدم. چرا جلوی دوستش غرورمو مشکنه؟ قلبم لرزید. نه شکست. دوباره بغض راه گلومو گرفت. سرمو پایین انداختم. قطره اشکم افتاد روی زمین. دوباره گفت لال شدی؟ خریدات تمام شد؟ با صدای بغضدار جواب دادم آره، از اولم خریدی نداشتم. نمیخواستم اشکامو ببینه. سرم بلند نکردم. دوستش گفت آیدین داری اذیتش میکنی، گناه داره. آیدین دستی تو صورتش کشید. با کلافگی گفت آی خدا، عجب گیری کردم. اشکامو با پشت دست کنار زدم. مگه من اومدم دنبالت که حالا میگی گیر کردی؟ من که داشتم زندگیمو میکردم. حالام دیر نشده، ولم کن برم. آیدین از جاش بلند شد. با خشم دستشو برد بالا. از ترس دستمو گرفتم جلوی صورتم. ولی ضربه‌ای بهم وارد نشد. آروم دستامو برداشتم. دستشو مش کرد و آورد پایین. وای دوباره سرم گیج میره. آی سرم. چشمامو چند بار باز و بسته کردم. سرم بین دستام گرفتم. وای دارم میافتم. محسن متوجه حالم شد. آیدین داره از حال میره، بگیرش. آیدین با همون اخم نگام کرد ولی سریع دستاشو دور کمرم حلقه کرد. محسن صندلی رو جلو کشید. به کمک آیدین نشستم. صداش آروم شد. آیدا چش شد دوباره؟ بی اختیار سرمو گذاشتم تو سینه‌اش. بوی عطرش آرامش رو بهم هدیه کرد. چقدر داغه. کاش میشد همین حالا بمیرم. محسن اومد جلوی پام زانو زد.
خودمو بیشتر توی سینه آیدین چسبوندم. هنوز دستاش دور بدنمو گرفته بود. محسن با صدای مهربان گفت نترس، کاری ندارم. نگاهی به من انداخت و به آیدین گفت بعد از آزمایش چیزی خورده؟ آیدین به زور کمی آب میوه و کیک خورد. صبحم حالش بد شد. محسن ضعف داره. بهتره ببریش یه غذای حسابی بهش بدی. به نظرم کم خونه. آیدین سرشو تکون داد. باشه. پس چند نفر رو بفرست خریدار رو بذارن تو ماشین تا منم به این خانم کوچولو برسم. در ضمن حساب ما چقدر میشه؟ محسن سرش رو کج کرد و با لبخند گفت داشتیم داداش. فعلا حالا این خانم رو به دریاب. حساب ما دیر نمیشه. شکلات تخته‌ای از کشوی میزش در آورد و گرفت جلوم و گفت فعلا اینو بخور تا کمی بهتر شی. سرمو از بغل آیدین بیرون کشیدم. آیدین هم دستشو از دور شونه‌هام برداشت. شکلاتو از محسن گرفت. باز کرد و داد دستم. برای اینکه حالم بهتر بشه گرفتم و خوردم. بعد از محسن خداحافظی کردیم. چند نفرم خریدار رو تا ماشین آوردن. آیدین با دست و دلبازی انعام خوبی بهشون داد. به ساعت دستم نگاه انداختم. ساعت 1 بود. آیدین ماشین رو از پارک در آورد و حرکت کرد. نمیخواستم دوباره باهاش درگیر بشم. با صدای آرام گفتم میشه منو ببرید خونه؟ نگاه کوتاهی به من کرد. دوباره به جاده چشم دوخت. گفت چرا؟ هنوز خیلی کار داریم. صاف سر جام نشستم. شالم رو سرم درست کردم. آخه میترسم اگه دیر برسیم زنمون دوام کنه. اخمش غلیظ‌تر شد. غلط کرده. تا حالا هر کاری کرده گذاشت. ولی از این به بعد دست رود بلند کنه حسابشو میرسم. با شنیدن این حرف قند تو دلم آب شد. لبخند گشادی روی لبم نشست که از دید آیدین پنهان نمود. چه عجب، لبخندت هم دیدیم. خوشحال شدی میخوام حساب زنموتو برسم؟ راستش آره، از بس این سالا آزارم داده که دل خوشی ازش ندارم. که اینطور. هر دو سکوت کردیم. چرا حرفی برای گفتن نداریم؟ میدونم اونم به خاطر خانواده‌اش داره ازدواج میکنه. پس معلومه نمیتونه با من کنار بیاد. ولی من برام فرقی نمیکنه. خونه عمو که مثل یه کلفتم، خونه آیدینم نمیدونم. ولی هر چی باشه آیدین شوهرم میشه. از الان داره ازم حمایت میکنه. هرچند که مدام با هم دعوا میکنیم، ولی وقتی پیششم احساس امنیت میکنم. سپاس از شما بابت همراهی تا انتهای این قسمت. با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله به محض انتشار پارت جدید از داستانها از اون مطلع بشید. تا قسمت بعد، خدا حافظ.